سرخط مهمترین خبرها. در هر میدان تاجیکستان دشمن شرطی نابود کرده شد. در نیم سال 86,000 مهاجر را از روسیه پیش کردند. و پرسش از ساکنان: کار و زندگی و مشقت روزگار برای مرد مشکل است یا زن؟ درود بیننده‌های عزیز، برنامه نوید بامدادی را با خبرها از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه تقدیم می‌کنیم. امروز 22 اکتبر است. روز 21 اکتبر در هر میدان واقع در جنوب تاجیکستان نه چندان دور از مرز افغانستان مشق‌های نظامی نیروهای سپاه یا سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی با نام روبش 2024 به انجام رسید. به اطلاع دفتر مطبوعاتی این سازمان در این مشق‌ها حدود 1500 نفر شرکت نمودند که بخش اعظم آن به پایگاه نظامی 201 روسیه راست می‌آید. روایت تمرین‌ها از جمله چنین بوده است که گویا دشمن شرطی سرحد دولتی را از چند سمت عبور نموده اهالی آسایش‌تر را گروگان می‌گیرد. برای آزادسازی منطقه اهالینشین قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سفربر شده منطقه را محاصره، گروگان‌ها را آزاد و دشمن را محو کردند. با قرار فرماندهی قشون‌های زودعمل دسته‌جمعی در منطقه آسیای مرکزی برای پیشگیری از پیشرفت دشمنان شرطی توپخانه، سلاح‌های حمله‌آور و نیروهای هوایی استفاده کرده شدند و این امکان داد که دشمن بازداشته شود و نیروهای زودعمل دسته‌جمعی خط مدافعی را اشغال کنند. با اطلاع منبع اندری سردیکوف، سردار ستاد مشترک سپاه در انجام این مشق‌های نظامی گفته است: وضع در منطقه آسیای مرکزی همچنان مرکب است و فعالیت سازمان‌های تروریستی و اکستریمیستی به آن تاثیر می‌رساند، ولی جزئیات بیشتر داده نشده است و معلوم نیست که منظور از سازمان‌های تروریستی کدام سازمان‌ها را در نظر دارد. سپاه یک سازمان زیر نفوذ مسکو است که روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان اعضای آن هستند. مشق‌های مشترک نظامی با شرکت روسیه، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان گذشته است. در نیمه اولی سال روان قریب 86,000 شهروند خارجی از روسیه اخراج شدند. این آمار را سامانه وجنی استوری بعد آموزش معلومات دادگاه‌های روسیه پخش کرده است. به قول منبع، راندن مهاجران از روسیه در قیاس با سال‌های گذشته به طور نظره زیاد شده است. با نوشته وجنی استوری بیشتر شهروندان خارجی برای ویران کردن قاعده ورود به روسیه، نقض قانون‌های بودوباش و فعالیت کاری غیرقانونی اخراج شدند. در نیمه اولی سال روان برای این نمود قانونشکنی‌ها قریب 100,000 پرونده باز شده است. نوشته است منبع، این سامانه نگفته است که مهاجران اخراج شده شهروندان کدام کشور هستند. مقامات تاجیکستان قبلا گفته بودند که در نیمه اولی سال روان زیاده از 17,000 شهروند تاجیکستان را از روسیه راندند. مهاجران میگویند که بعد حادثه کراکس تفتیش و تحقیر و اذیت آنها از سوی مقامات روسیه زیاد شده است. در تاجیکستان زن و مرد برای پیشبرد زندگی خانواده کار میکنند و قانونگذاری کشور هم در رابطه با این محدودیت پیش بینی نکرده است. چنین به نظر میرسد که در کشور بار زندگی بر دوش هم مرد و هم زن است، ولی گاهی بحث‌ها اطراف کار و مشقت زنان و مردان و نقش آنها در تامین روزگار صدا می‌دهد. خبرنگاران رادیوی آزادی در کوچه‌های دوشنبه از ساکنان پرسیدند که به نظر شما کار و زندگی و مشقت روزگار برای کی مشکل‌تر است، مردان یا زنان؟ برای مردها آسان‌تر است یا برای زنها کار و مشقت روزگار زندگی؟ البته برای مردها مشکل‌تر است، برای آنکه تامین کننده روزگار اصلا مردها هم بسیار مهنت میکنند، برای عائله برای زحمت میکشند، برای بهبودی عائلهشان. مردها به مشکل‌تر بفکرند. برای زنها. چرا؟ برای اینکه کاری زنها خیلی‌تره. آخه فقط مردا کار میکنن که عائله را مردم میخوان. زنها چی؟ زنها را هم کار میکنن، بسیار مردا کار میکنن. ولی به نظر شما نمی‌شون دا بریم ازگار مردا را. برای زنها هم مشکلی، برای مردها هم. برای اینکه مردها و معاش رو کم که هست اینجا دا کار نمیکنن، میرن روسیه یا معاش کلان گیریم گفته روسیه میرن. برای زنها فقط همین کارهای و عبورچیسگی و بعد کورسی توقشویی دیگه. اگر خوندگی باشن نقض با خیلی معلمگی میکنن، با مسترگی میکنن، دکتری خیلی خوندگی باشن با نقصتر. اگر با نخوندگی هم خیلی کارهای پست میکنن. حاضره ده مشکلی در زن است.
برای اینکه همه مشکل دارن که خیلی نگاه بین میکنه فرزندان و اهل خانواده را مرد میبره پای کارش دیگه بیرون خانه دونه. برای مردها برای آنی که مردها کار میکنن برای کودکان تامین کردن یا لباس مکتبی یا خوراک باید کار میکنن کودکان را نظارت میکنند. در مردا که برای بسیارتر فکر میکنن روسیه میروند در غریبی بازن که در خانه شدگی اساسا برای هر دوشان مشکل است مقصد هم برای زنها و هم برای مردها اما بیشتر فکر میکنم که برای مردها بسیارتر در نزد عائله خود ایستادن نمیتوانند. بسیار مردها در مهاجرت مهنتی کار میکنند و بسیار مردها به کار دولتی مشغولند. همه برد و باخت زندگی، تربیت فرزندان، خوراک پختن، همه تازه کردن خانه و همه مشکلات زندگی به گردن زنهای هم هست. برای همه خیلی به نظر من مردهای بیچاره هم در مسافری مثل مهاجر شده کار میکنن از اون میکشن زنهای هم خیلی حاضر زمان دام زن دام مشکلی مرد دام مشکلی این حیات همیه خیلی شکلی فرزنده با یاری میرسونن میگد که اگر محبت کردی محبت میبینی هیچ کار به محبت نمیشه. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همین این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. وزیر دفاع آمریکا با یک سفری از قبل اعلام نشده روز دوشنبه 21 اکتبر وارد کیف پایتخت اوکراین شد. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون گفت سفر لوید استین نشان می‌دهد که ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی دستگیری اوکراین را دوام می‌دهند. تلویزیون صدای آمریکا گزارش داده است که جنگ در جبهه شرق برای اوکراین مشکل شده است و نیروهای این کشور مجبور شدند که چند شهرک و دهات را به ارتش روسیه واگذار کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از متحدان غربیش دعوت دارد که برای پایان دادن به این جنگ 3 ساله از طریق به گفته او غلبه پشتیبانی نمایند. نقشه زلنسکی از 5 بندی اساسی عبارت میباشد که مهمترین آنها عضو ناتو شدن اوکراین و دادن اجازه به کیف برای استفاده از سلاح‌های دورپرواز میباشد. در وقت تیرپرانی میان نیروهای طالبان و جنگجویان شاخه خراسانی داعش در ولایت غور افغانستان 3 نفر کشته شده است. در این باره یک منبع از غور به بخش افغانستانی رادیوی آزادی خبر داده است. درگیری صبح یکشنبه 20 اکتبر رخ داده است. با گفته منبع زدوخورد زمان آغاز شد که نیروهای محلی طالبان می‌خواستند عزیزی یک فرمانده شاخه خراسان را دستگیر کنند. در درگیری خودی عزیزی یک ساکن ملکی و یک عضو طالبان کشته شدند، گفت منبع. با گفته منبع در ولایت غور جنگجویان شاخه خراسان دوام 2 هفته اخیر 3 عضو طالبان را کشتند. این گروه تا این دم مسئولیت چند حمله تروریستی در افغانستان و روسیه را به عهده گرفته بود. بخش یک روزی تاریخ را همکارانمان آماده کردند که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 22 اکتبر فرا میگیرد. 22 اکتبر سال 2011 در سفرش به تاجیکستان کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون در ملاقات با پرزیدنت امامعلی رحمان قضیه‌های محدود شدن آزادی‌های مذهبی و مطبوعات را در میان گذاشت. او گفت هر کس حق دارد که فرایض مذهبی خود را آزادانه اجرا نماید و روزنامه‌نگار باید آزاد باشد و وظیفه خود را بدون یگان ترس اجرا نماید. او گفت رعایت آزادی‌های شهروندی یک راه جلب سرمایه‌گذاری‌ها و مبارزه با فساد میباشد. اکتبر سال 2009 وزارت مالیه تاجیکستان گفت حکومت قرار کرد سهمیه‌های نیروگاه برق آبی راغون را به فروش گذارد. در حالی بود که مقامات نتوانستند برای ساختمان این طرح پرخرج عظیم سرمایه‌های روسیه را جلب کرده با مخالفت شدید ازبکستان زیر نظر اسلام کریمов روبرو بودند. سهمیه‌ها از ینوار سال 2010 به مبلغ 189 میلیون دلار فروخته شدند و مقامات گفتند مردم تنها پس از انجام ساختمان نیروگاه می توانند به فایده آن امید بندند.
октябри соли 2009 мақомоти душанбе гуфтанд кӯчаеро дар пойтахт ба номи ҳунарманди мардумии тоҷикистон абдулло назрӣ номгузорӣ мекунанд. овозхон ва рӯшанфикри тоҷик шогирди акашариф ҷураев зодаи ноҳияи дарвоз буд ва дар 76 соли умраш бо иҷрои таронаҳо дар сабки мавригӣ шӯҳрат ёфт. бо таронаҳои сиёҳчашм, дилбари ҷон ва дигарҳо маъруф шуд ва роҳи ҳунариашро писараш Давлат Назрӣ идома дод. субҳи имрӯз дар бонкҳои тоҷикистон 1000 рубли русӣ 109 сомонӣ ва 100 доллари амрикоӣ 1060 сомонӣ арзиш доранд. қурби расмии бонки миллии тоҷикистон барои имрӯз чунин таъин шудааст. бинандагони азиз, муддати ҷудошуда барои барномаи навид ба анҷом расид. хабарҳои аз ин бештарро дар сомонаи радиои озодӣ бо нишони озодӣ.орг ва озодӣ моби пайдо кунед. худо нигаҳдоратон.